زباله احکام. وارد میشویم به محضر عظما بدون مالش و داعش، البته با پای چپ. بله، زباله احکام. بسم شیطان لعین. سلام علیکم و داشته باشین حرکاتو. انشالله که همیشه موفق باشید. خدا را شاکریم که باز هم فرصتی نصیب شد خدمت شما رسیدیم با سوالهای صریحی که مطرح فرمودید. اولین سوال نامه است از بیت، خیابون عظما، کوچه فرهنگ چینی، کوچه اختلاسی ظاهرا. پرسیدن فکر کردن به نرمش گناه دارد یا خیر؟ برای چی فکر کند؟ بله، یه وقت هست به ذهنش خطور میکند، خب این اشکال نداره. ادامه دادنش هم اگر مفسده ای نداشته باشه، تحریک آمیز نباشد، فکر ولایی به قول معروف نباشه، اشکالی نداره. حرام است مگر در صورت که تحریک آمیز باشه، یعنی از این فکر خوشش میاد، یا خدای نکرده ترس این داشته باشه که بعداً به گناه بیفته. بله، حرام و گناه هست و باید ازش پرهیز کنه. سوال بعدی هم پرسیدن که وزیری ریشپوزی هستم، اگر بدون اذن آقا مذاکره کنم اشکال دارد یا خیر؟ فتوای مراجع معظم تقلید بعضی تصریح کردن، بعضی احتیاط واجب دارن که وزیر اگر عظما یا مقام ولایت و امکان اجازه گرفتن، یعنی دسترسی داره، میتونه بهشون اطلاع بده، اجازه بگیرد در مذاکره، چون اونا ولایت دارن باید با اجازه اونها باشد، یعنی اجازه بگیرد، و بدون اجازه میفرمایند صحیح نیست. ولی یک تبصره داره، میفرمایند اگر یک همتایی کفی برای مذاکره با شیخ فری پیدا شده است و ایشون هم با اینکه توجه که سنش بالا هست ترس این داره که این بره دیگه به حساب دلال خوبی پیدا نشود و جماعت دلواپسان هم بی جهت مخالفت میکنن، اینجا فرمودن که بدون اجازه هم برن نرمش کنن و صحیح هست. خب نوبتی هم باشه دیگه، نوبت به افرادی است که تلفنی تماس گرفتند و سوال مطرح کردند. بشنویم. یه قبری خریدم که یه نفر دفن کردیم دوش. من پریجه شنیدم که این خمس داره. من الان پول ندارم خمس بدم. بله، خداوند سالها و سالها به شما سلامتی و طول عمر بدهد و در آینده بتونید که خمس این قبر رو بپردازید. اما حکم شرعی این است که قبر جزو هزینه زندگی از نظر شرعی نیست، جزو معونه محسوب نمی شود. حالا میفرماید قبر خریدم خمسشو ندارم بپردازم، خب قبر رو بفروشین به مقام عظما که شدیداً بهش نیازمنده. ممکنه بگید که خب حالا کجا دفن بشه؟ ما که مردیم، اونایی که زنده هستن براشون واجب است ما رو دفن کنن، یه جای دفن میکنن دیگه. ای که قبر الان آسیدری دنبال سوراخ موشه و هزیون میگه که بله قیمتش نپرداختم، باید پرداخته شود که اگر خدای نکرده وقت سفر فرا رسید و رسه بدونند که قیمت قبر رو باید بپردازن. خداوند انشالله که به همه سلامتی و طول عمر بدهد و اول مرگ ما اول سعادت شما باشد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و بله. اگه اهل